سنه 4 ایول با اشتراک پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی رونمایی لایحه مهمانخانه‌های نوبنیاد شونده حدود شهر دوشنبه برگزار گردیده بود. ضمن معرفی طرح انشاءات بنیاد شونده به رستم وعده شده بود که در دوام 2 سال ساختمان 9 مهمانخانه زمانوی با 630 حجره برای قبول بیش از 1000 نفر در یک وقت ساخته و استفاده داده خواهد شد. این خبر را دفتر مطبوعاتی حکومت شهر دوشنبه رسانه‌ای کرده از شرکت‌هایی که ساختمان این مهمانخانه‌ها را به عهده گرفته‌اند نام برده بود. طبق منبع جمعیت دارای مسئولیت محدود رشد آسیا ساختمان مهمانخانه دیپلمات را در زمینه بنا و انشاءات فرسوده در کوچه باختر ناحیه اسماعیل سامانی، جمعیت دارای مسئولیت محدود الیت استرای سرویس بنای بسیار فونکسیونالی بسیار آشیانه از جمله مهمانخانه 5 ستاره دار را در کوچه عینی ناحیه شاه منصور، جمعیت دارای مسئولیت محدود سیبستان 2018 مهمانخانه زمانوی گراند رودکی تاور را در خیابان رودکی ناحیه اسماعیل سامانی، اینچنین دیگر شرکت‌های وطنی در پایتخت جمهوری طی 2 سال مهمانخانه‌های معاصر حاضر زمان را با صفتی بلند و دیزاین ملی بنیاد خواهند کرد. روز گذشته 11 ایول بار دیگر در کاخ ملت رستم با پدرش در مراسم معرفی طرح این 9 مهمانخانه نو شرکت کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در این باره خبر داده نوشته است که ساخت و ساز این 9 مهمانخانه ها را صاحبکاران کشور سرمایه گذاری می کنند. رئیس جمهور از سازندگان تقاضا کرده است که ساخت و ساز با کیفیت بالا و نظر داشته معیارهای ملی با استفاده از هنر والای معماری انجام داده شود. گفته می شود همه این مهمانخانه ها با انابت طلبات بین المللی ساحه به درجه 4 و 5 ستاره دار ساخته می شوند. خوب است. مبارک باشد. با ساخته شدن این 9 مهمانخانه پایتخت باز هم زیباتر می شود. ولی این خبر از چند جهت سوال برانگیز است. یکم، سؤال مطرح اینجاست که حکومت سرمایه گذاران داخلی را که توان به عهده گرفتن طرح‌های میلیون دلار را مثل ساختن مهمانخانه 5 ستاره داری بلند آشیانه را داشته‌اند، چرا برای ساختمان کارخانه‌های استحصال جلب نمی کند؟ تا کشور قدمی هم باشد به سوی استحصالات نهد؟ همگان می‌دانیم که تاجیکستان اکثریت مال کالا را با شمول غذاها و مالهای نیاز اول از خارج وارد می‌کند. در همین حال چرا این ثروتمندان تاجران کوشش به استحصالات نمی‌کنند؟ اینجا مدار ذهنی نمی‌رسد یا در استراتژی حکومت این گونه برنامه وجود ندارد؟ والا این مهمانخانه ساختن تا ساختن به استفاده دادن یک پهلوی مسئله است. اما بعد از اینکه اینها مهمانخانه را به استفاده میتین کی مالک اونها میشود، این پهلوی دیگری مسئله. ما کارخانه و یا اینکه شرکت های زیادی را در یاد داریم که صاحبانشان با خیلی زحمت و مشقت های زیاد، یعنی 3 سال و 4 سال و یا اینکه تا 10 سال زحمت کشیدن برای خودشان یک سرمایه نمیدونم قرض کردن، جلب کردن و با هر راهی سرمایه پیدا کردن برای خودشون یک بیزنس و یا اینکه یک تجارت ساختن. اما زمانی که این تجارت به گردش در آمد و یا اینکه زمانی که این تجارت فایده آور شد، در حال یکی از افراد عائله و یا اینکه نزدیک به عائله آمدن با ضرب زور و یا اینکه با فشار و تهدید و دیگر این تجارت ها را از مردم کشیده گرفتند. و اگر هم این 9 مهمانخانه‌ای که میسازند در آینده نزدیک اگر بسازند، شاید که فردا حالا ما در غصب مالکیت مردم فرزندای بزرگ امامعلی رحمان را خیلی سراغ داریم. مسئله دیگری که در این باره مطرح کردنی هستیم این است که عین حال در دوشنبه خرد و کلان نزدیک به 100 مهمانخانه موجود است. تنها مهمانخانه هایی که در شبکه های جهانی اینترنت از خود درک داده اند 150 عدد می باشند که در دوشنبه و اطراف آن جایگیر هستند. برای خارجیانی که می خواهند به تاجیکستان بیایند و در مهمانخانه های خود دوشنبه جایگیر شوند، شبکه جهانی اینترنت 70 مهمانخانه پیشنهاد می کند. تعداد مهمانخانه ها شاید از این زیاد هم باشند،
ولی آیا این مهمانخانه ها مشتری دارند؟ آیا با مهمان پر شده ایستاده اند؟ طبق سنجش ما مهمانخانه های کلان در دوشنبه حتی به یک بارگی به قبول تا 100 نفر مهمان آماده هستند. پس آیا صلاح کار است که با صرف مبلغ زیاد 9 مهمانخانه ساخته شود و صاحبانش روز و ماه و سال دراز مهمان کافته گردند؟ معمای دیگر این است که این 9 مهمانخانه را که صاحبکاران می ساخته اند چگونه به اتفاق آمده اند که کار را در یک مهلت سر کرده در یک مهلت به اتمام می رسانند، و یا اینکه چگونه این صاحبکاران هم دیگر را پیدا کرده به این اتفاق رسیده اند که حتما مهمانخانه می سازند. اگر این صاحبکاران را کسی مجبور نساخته باشد چگونه با رقیبان تجاری به یک اتفاق رسیده اند؟ وقتی که 9 نفر یک جا اتفاق میکنن یا که سر یک خلاصه میگن که 9 مهمانخانه میسازن، من فکر میکنم که اینجا این کار از پیش خود آنها صورت گرفتگی نیست، و یا اینکه اگر هم از پیش خودشان صورت گرفتگی باشد اینجا 2 نکته هست: یا میخواهند با ساختن این مهمانخانه و یا اینکه مهمانخانه ها کدام نمیدونم جنایت اقتصادی خودشان را رو پوش کنند، و یا اینکه تمام اینها سفارش گرفته‌اند که باید مهمانخانه بسازند و ساختن این مهمانخانه ها برای فرد سفارش دهنده مهم نیست که فردا فایده آور می شود و یا اینکه زیان آور. یک خود ساختمان این 9 مهمانخانه همین گونه ده ها شبهه ها را به میان می آورد. اما طبق معلوماتی به ما رسیده از جانب رستم امام علی، تمام منصبداران بلندپایه که با راه‌های مشکوک صاحب پول مال شده اند وظیفه‌دار شده اند که در شهر دوشنبه ساختمانی را به عهده گیرند. به طور مثال طبق معلوماتی به ما رسیده ساختمان یکی از این مهمانخانه ها را صاحب کاری در درون ناخنک صاحب منصب رئیس کمیته انداز دولتزاده نصرت الله مقیم به عهده گرفته است.